کارگروه دولتی تاجیکستان برای بررسی وضع اجتماعی و اقتصادی و مشکلات مردم به ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر کرده است. بنا به اطلاع روابط عمومی ریاست ولایت مختار کوهستانی بدخشان، این هیئت رسمی را که نمایندگان همه وزارت و اداره های کشور را در بر میگیرد، معاون نخست وزیر تاجیکستان مرحبا جباری رهبری میکند. قرار است این کارگروه از همه روستاهای ولایت بازدید کرده و با مردم، روحانیان و رهبران و کارمندان نهادهای محلی دیدار و گفتگو میکند. نماینده رسمی استانداری بدخشان یادآور شد که بازدید این کارگروه از ولایت مختار بدخشان از پیش برنامه‌ریزی شده و پیوند با سفر رئیس جمهور امام علی رحمان و شاهزاده کریم آقاخان ندارد که قرار است در پایان ماه ایون از این ولایت دیدن کنند. ولی همزمان دیروز 7 ایون با سپارش امام علی رحمان کاروانی از 76 بارکشان با 1100 تن مواد خوراکی بدخشان روان شد. بنابر اطلاع دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، این مواد را بیش از 60,000 تن از اهالی ولایت، از آن جمله خانواده‌های فقیر و نیازمند، دانش آموزان مکتب اینترنت‌ها و یتیمان و بی‌سرپرستان دریافت خواهند کرد. توزیع و تقسیم این مواد بر عهده گروه کاری خواهد بود که از مسئولین کشوری و ولایتی تشکیل شده است. روزنامه‌نگار مراد محمدشایف این اقدام را چنین شرح داد: چطوری که معلوم هست حکومت مملکت می‌خواهد نفوذ خود را در نزد خلق بلند بردارد. همه این تلاش‌های حکومت مملکت تنها به خاطر تشریف آوردن امام آقاخان به بدخشان است، زیرا حکومت خوب می‌داند که امام آقاخان چقدر در نزد مردم بدخشان نفوذ و حرمت و احترام خاص دارد.